برای ما خبر بده که بهترین روز کدام روز است. آن دوستهای خدا بهترین روزها را میکافتند، بهترین ماهها را میجستند، بهترین عملها را میجستند که در کدام عمل ثواب زیاد است که به او چنگ زنند. افسوس که امروز این سؤالها دیگر نیز تکرار میشود. حضرت عبدالله ابن عباس در جواب گفتند بهترین روز جمعه هست. شرکت شفافرما داروهایی را پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گایمرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید با مانند پسریاس، سفید شوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای شفافرما به شما کمک میرسانند. غیر از این اگر شما مشکل‌های اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت شفافرما مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسول و روغنی که به صدها در دوا دارند پیشنهاد می‌نمایند. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است؟ پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الحنان المنان، سبحان الملك الديان، المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران، الوداع الوداع يا شهر رمضان، الفراق الفراق يا شهر التراوح والبركة والمغفرة والإحسان وتلاوة القرآن، أولها رحمة وأوسطها مغفرة وآخرها عتق من النيران. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اولا همه شما برادران عزیز و مهمانهای محترم، شما را با این عید فیطر تبریک و تهنیت میگویم، چه از نام خودم چه از نام تمام آن مسئولین اهل این مسجد. و یک جایه پیش از آنی که با شما صحبت کنیم تا وقت نماز دعا میکنیم که خدای مهربان در این روز مبارک، در این روز شریف، در این روزی که خیلی پر اجر و پر ثواب است، خدای مهربان یک ماه روزه‌ای که ما داشتیم، یک ماه تراویحی که ما خواندیم، یک ماه خیر احسان‌هایی که ما انجام دادیم، یک ماه عملهای خیری که از ما سر زد، خدای مهربان جملگی را به درگاهت مقبول بگردان و در نامه اعمال این ادا کننده ها خدایا کتابت بفرما
و خدای مهربان تا عید دیگر این جمعیت ما را، این مردم ما را در حفظ و امان خودت نگه بدار. و خدایا گذشتگان این جمعیت ما را رحمت و مغفرت بگردان. اگرچه امروز در عالم ارواح هم عید است، خدای مهربان ارواحای ما را از این جمعیت ما خوشنود بگردان. و خدای مهربان بیماری هایی که امروز بالای بستر هستند و به نماز عید آمده نتوانستند، چی در بیمارخانه ها خواب باشند، خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیبشان بگردان. و خدایا مسافرهای ما را صحت و سلامت در هر مکانی که باشند خدایا نگه بدار. و پروردگارا در این جمهوری ما آرامی و صلح و وحدت و یکدیگر فهمی را برقرار و بردوام نگه بدار. و خدای مهربان این جمهوری ما را آباد بگردان. و خدایا سرور دولت ما را از کل آفتها، از کل گزندها خدایا نگه بدار. و هر یک نیتهای نیکی که برای آبادانی این تاجیکستان دارد خدایا موفقش بگردان. و جمله آن کارگرانی که امروز برای آبادی این تاجیکستان خدمت دارند، محنت دارند، خدایا اونها را هم از جمیع آفتها در حفظ و امانت نگه بدار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. شاعر میگوید عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت. عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت. صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. هزارها شکر که خدای مهربان باز ما را به این عید رسانید، با این اجرها ما را موفق گردانید. و شاعر میگوید صد حیف که آن رفت. هزار افسوس و هزار حیف که این ماه پر ثواب، این ماه پر اجر، این ماهی که مغفرت گناه بنده می شد، این ماهی که گناه بنده را می سوزانید، نابود می کرد، این ماه رفت. چی یک ماه مبارک بود، چی یک ماه پر اجر بود. البته من باوری دارم که همه شما از زبان پیشواهای خود از فضیلت و برکات این ماه درکدار شدید. این ماهی هست که اگر ما و شما به ورقهای کتاب وقتی نظر افکنیم، نظر میکنیم که هر جایی که یک دوست خداست در دعاهای خود میگفتند پروردگارا یک بار دیگر ما را از این ماه مبارک برخوردار بگردان. زیرا آنها میدانستند که در این ماه آنقدر ثواب وجود دارد که عدد او در کتاب معین نشده است. چگونه ای که در صحبت ها ما خبر دادیم این ماه را، ثوابش را، اجرش را کسی برخوردار شد که ما لم یخرقها، اگر این سپر را، این ماه را
نشکسته باشد و در این ماه با دشنام و با تهمت و با کارهای ناروا دست نزده باشد. این ماه را رسول اکرم از صوم جنتون خواند. ای بندگان خدا گفت روز از روزها شما گفت از این قوم جدا میشین، روز از روزها شما وارد قبر میشوین و دیر نگذشته قیامت بالای شما قایم میشود و این روزه مبارک برای شما جنتون، این برای شما سپر میشود، شما را محافظت میکند از عذاب پروردگار. لیکن شرط پیغمبر این بود که اگر شما در این ماه از حرام کرده های خدا دور باشید. خوش به حال همون موی سفید و خوش به حال همون جوانی که این ماه را احترام کردند، در این ماه زبان خدا در دروغ و در دشنام آلوده نکردند، در این ماه دست یک برادر مؤمن شا گرفتند، در این ماه فقط رحم و انصاف و استفاده بردند. انشاءالله امروز الله که همون اجر خداوند در نامه اعمال او کتابت میکند. لیکن هزار حیف به آن بندگانی که گفت حضرت صوفی علیار بنده بودی ولی زنا مردی بندگی را بجا نه آوردی. هزار حیف که تو نامت بنده بود، هزارها افسوس که لیکن بندگی خدا را بجا نه آوردی. هزار حیف گفت 30 روز از حیات تو بیهوده گذشت، 30 روز تو اجر نگرفتی، تو ثواب نگرفتی. لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث و ان ثابك احد فقل انی صائم انی صائم. پیغمبر گفتند ای امتان من، شما تصور نکنین که معنای روزه این باشد که فقط شما از ساعت 4 سحر تا ساعت 6 بیگاه طعام نخوردین، چای ننوشیدین، تمام روزه به جا آمد. بلکه رسول اکرم روزه را شرح دادند که روزه این است که شما باید که از تمام کارهای بیهوده باز می ایستادین، که همه شما کارهای بیهوده را می دانین. کار بیهوده این بینمازی است، کار بیهوده تنبلی در نماز است، خواه میخوانیش خواه نمیخوانیش. کار بیهوده دشنام دادن است، کار بیهوده وقت عمرت بیهوده گذرانیدن است، وقتی بیهوده قمار بازی کردن است و دیگر عملهای ناشایسته. رسول اکرم میگوید حتی اگر شخص تو را دشنام دهد در ماه رمضان باید جواب تو چی باشد؟ اینی صائم اینی صائم. ای برادر من روزدار هستم، من روزدار هستم. حتی در ماه رمضان اجازت نیست که در دوام دشنام ما و شما جواب دشنام بگردانیم. حضرت علی رضی الله عنه را در روایت ها میارند که وقتی از عیدگاه گشت مثل شما نماز خواند و رفت خاندانش، نزد فاطمه رفت، نزد امام حسن و امام حسین رفت و در بعض روایت ها دیگر صحابه پیغمبر مثال میارند که میگوید یک توده خاکستر را گرفت و بالای سرش پاش داد. تمام مردم حال این حضرت دیدن حیرت دماندن، گفتن ای دوستدار پیغمبر، ای محب الله، امروز روزی هست که باید در چهره های ما خنده باشد، تبسم باشد.
این چه عمل است که از تو سر زد؟ حضرت گریان شدند و گفتند من هم میدانم که امروز روز اجر گرفتن است، امروز روز ثواب گرفتن است، امروز قدر من در نزد پروردگار بلند شدن است، لیکن از یک عمل می ترسم. آیا این روزه من در نزد پروردگار قبول شد یا نه؟ از این عمل من می ترسم. از این خاطر ما و شما باید دعا کننده به سوی پروردگار ما باشیم که خدایا این یک ماهی که ما روزه داشتیم، این یک ماهی که تا حد امکان خودداری کردیم، خدایا این در نامه اعمال مان همچون روزدار کتابت کند و خدا کند که روز قیامت از جمله روزداران ما و شما سر برداریم تا که این روزه الصوم والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت، زیرا که روزه در روز قیامت صاحب خودش را، کسی که در دنیا احترامش کرده است، شفاعت میکند، از پروردگارش زاره میکرده است، تولا میکرده است که خدای آن کسانی که مرا در دنیا احترام کردند من طلب دارم که اونها را بر من بسپار، من اونها را شفاعت کنم. سئل عن ابن عباس رضی الله عنه یا ابن عباس ما خیر الایام و ما خیر الشهور و ما خیر الاعمال. ابن عباس، ابن عباس این عبدالله است، عبدالله ابن عباس. از عبدالله ابن عباس پرسان کردند ای ابن عباس، پیش از آن که آن سوالی که از ابن عباس کردند به شما خبر دهم. اولا ابن عباس میگوید بار رسول اکرم میگوید حاجت خانه در آمدند و یک زمان پس میگد بیرون شدند تا از حاجت خانه برآمدن رسول اکرم من در یک ظرف آب گرم آورده نزد همان در حاجت خانه گذاشتم تا که رسول اکرم با او وضو گیرد، طهارت کند. پیغمبر خدا میگوید وقتی که بر آمدن نگاه کردن که در ظرف آب است، گفتن من وضع هذا، گفتن این آب کی گذاشت؟ گفتن عبدالله ابن عباس گذاشت. رسول اکرم میگه دست برداشتن گفتن اللهم فقیه فی الدین، پروردگار را گفت این عبدالله ابن عباس که مرا احترام کرد و برای طهارت کردن من در این ظرف که آب آورد، خدای مهربان گفت او را عالمی در اسلام بگردان، او را عالمی مسئله گو کن، او را عالمی بگردان که در بین مردم موعظه کند. و دعای پیغمبر خدا در حق این عبدالله ابن عباس قبول شد، چنان عالمی شد که مثلش در زمان ابن عباس وجود نداشت. مفسر قرآن، محدث، فقیه، حکیم، این عبدالله ابن عباس بود. وقتی از او پرسیدند ای عبدالله پیروان بعد از پیغمبر خدا گذشتن، ما از تو 3 سوال داریم، میخواهیم که سوال کنیم. گفتن مرحمت، هر سوالی که باشد من بهر شما جواب میگردانم. گفتن برای ما خبر بده که بهترین روز کدام روز است؟ آن دوستهای خدا بهترین روزها را میکافتند، بهترین ماهها را میجستند، بهترین عملها را میجستند، کنی در کدام عمل ثواب زیاد است که با او چنگ زنند.
افسوس که امروز این سؤالها دیگر نیز تکرار می شود. حضرت عبدالله ابن عباس در جواب گفتند بهترین روز جمعه هست. البته حق گفتند، زیرا که پیغمبر خدا میگوید خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه فیه خلق آدم و فیه ادخل الجنه و فیه اخرج منها. پیغمبر خدا گفتند بهترین روزی که در بین روز دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه، در یک هفته 7 روز است. و پیغمبر خدا گفتند بهترین این روز جمعه هست. زیرا این که پیغمبر خدا گفتند در این روز خلق آدم، خداوند حضرت آدم آفرید. همین روز جمعه بود که خداوند حضرت آدم آفرید و جان را در وجود او دمید. پدر ما و شما حضرت آدم در روز جمعه آفریده شد. و در دوام پیغمبر خدا باز صفت این روز گپ زدند، سخن کردند. در این روز گفت بعد که خداوند آدم آفرید باز وارد جنتش کرد. در همین روز بود که باز با سبب خطایی حضرت آدم در همین روز جمعه خداوند حضرت آدم از جنت بیرون کرد. در دیگر حدیث های پیغمبر خدا می آید که در همین روز قیامت قائم می شود. در همین روز ساعتی هست که اگر انسان به سوی خدا دعا کند خداوند دعای او را قبول می سازد. برادرای عزیز، این افضل ایامکم یوم الجمعه، پیغمبر می گوید بهترین روز در بین هفته روز جمعه هست. فردا جمعه می آید. بیایید ما و شما چنان بنده شویم، چنان اطاعت کننده به سوی پروردگار شویم که فقط یک ماه رمضان در عبادت ما و شما انجام نیابد. باید چنان عبادت کنیم که تا که در نزد پروردگار ما و شما خوب پذیرفته شود. امروز عید خواندیم، با همین تمام اعمال خیر ما پوشانیدیم تا سال دیگر. آیا همین بندگی است؟ این بندگی نیست. فردا جمعه می آید. خداوند در قرآن مخصوص سوره جمعه دارد. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خداوند میگوید فردا روز جمعه می شود و مؤذن اذان می دهد، فریاد می زند حی علی الصلاة حی علی الفلاح، بیایید به سوی نماز جمعه. فاسعوا الی ذکر الله. خداوند میگوید شما باید که سعی کنین، کوشش کنین، کارهاتان جمع کنین و به نماز جمعه حاضر شوین. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر شما گویین که ما اهل خرد هستیم، ما اهل مدنیت هستیم، ما اهل فرهنگ هستیم، ما فهمیش داریم، ما بنده پروردگار هستیم، ما با عقل هستیم، خداوند میگوید که در این ساعت جمعه باید همه شما در نماز جمعه باشین. این برای شما فایده آور است، این برای شما بهبودی میارد، این برای شما عزت است، هم در دنیا هم در آخرت. من ترک جمعه 3 مرات تهاونا تبع الله على قلبه. پیغمبر خدا گفتند
ای امتان من، اگر از روی تنبلی، یعنی همه شرایط برای شما مهیا هست، لیکن شما از روی تهاونن تنبلی می شود. از روی تنبلی اگر 3 جمعه اگر اشتراک نکردین، تبع الله علی قلبی، یقین دانین که خداوند در بالای دل شما مهر سیاه میزند تا آخر دیگر تو ایمان به سلامت بردن نمیتونی. یک مهر سیاه در بالای دل شما زده می شود. دل شما روز به روز سیاهیش انکشاف می یابد و شما از خدا و پیغمبرتان دور میشین. اگر 3 جمعه را شما تهاونن از روی تنبلی اگر ترک کنید، بهترین روز حضرت عبدالله ابن عباس خبر دادن که این روز جمعه هست. دوام دادن حضرت: ای عبدالله، بهترین ماه کدام ماه هست؟ حضرت گفتن بهترین ماه رمضان است. این ماهی که الحمدلله از ما و شما سپری شد و ما و شما او را احترام کردیم، روزه داشتیم. حضرت عبدالله گفتن بهترین ماه رمضان است. برای چی؟ شهر رمضان انزل فیه القرآن. این ماه را یک فضیلت دیگرش همین است، بازم آن که مغفرت گناه بنده می شود. قرآن هدایتگر عالمیان، نقش قرآن چون در این عالم نشست، نقشهای کاهین و پاپا شکست. راست گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیز چیزی دیگر است. این چیز دیگر در همین ماه مبارک رمضان از لوح المحفوظ به آسمان دنیا آمد. حضرت عبدالله را گفتند ما خیر الاعمال، بهترین عمل کدام عمل است؟ حضرت عبدالله چی گفتند؟ گفتند الصلاة لوقتها، نماز در وقت خودش خواندن این بهترین عمل است. حضرت عبدالله هر سخنی میگفتند از روی حدیث های پیغمبری خدا میگفتند، از روی آیه های قرآن میگفتند. عبدالله ابن مسعود میگوید قلت یا رسول الله، ای پیغمبری خدا، بهترین عمل کدام عمل است؟ حبیبی خدا چی گفتند؟ الصلاة لوقتها، بهترین عمل شما ای بندگان خدا نماز در وقتش خواندن، این بهترین عمل است. باز سخن خدا تکرار میکنم که کار کنین نماز تانم در همین ماه مبارک موقت نباشد. کار کنین که نمازهای شما دائمی باشد. ارایتم لو ان نهرا في باب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك مثل صلوات الخمس يمحون الله تعالى بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. پیغمبر خدا گفت ای امتان من، تصور کنین که در نزد خاندان شما یک دریای هست. اگر شما در یک روز در همون دریا 5 بار اگر غسل کنید، 5 بار اگر آبازی کنید، هل یبقى من درنه شیء؟ آیا در وجود شما یگان چرک باقی میماند؟ گفتن نه یا رسول الله، 5 بار اگر غسل کنیم از کجا دیگر چرک باقی میماند؟ رسول اکرم گفتن که مثال 5 وقت نماز مثال 5 بار آبازی کردن در دریاست. 5 باره که شما نماز میخوانین از گناه چیزی در وجود شما باقی نمیماند. بهترین عمل است، زیرا که وای مبارزه میبرد با گناه، مبارزه میبرد با خطاهای ما و شما.
که از بین اونها را دور میکنه. رسول اکرم میگوید مروا اولادکم بالصلاة و هم ابناء 7 سنین واضربوهم و هم ابناء 10 و فرقوا بینهم فی المضاجع. ای امتان من، فرزندهاتان امری به نماز کنید تا که فرزندهای شما نمازخوان باشند. 7 ساله شدن امری به نماز کنید، 10 ساله شد نماز نخوان، شما آنها را ضرب کنید، آنها را آداب دهید. امروز کم است آن بندگانی که به فرزندهای خود امر کنند که نماز خوانند. امروز امتان پیغمبر چنان رحم دل شدند که دلش می سوزد که فرزندش بیدار کند و نماز خواند. فکر میکند این رحم دلی است، این سخت دلی است. این رحم دلی نیست. اگر تو رحم می داشتی، اگر تو انصاف می داشتی، او فرزند چیکار میکردی؟ دلالتی بر نماز میکردی که فردا این فرزند برای تو دامنگیر نمیشد، برای تو قدر تو را پس در نزد خدا و پیغمبر نمیکرد. تو باید در دنیا این فرزند دلالتی بر نماز میکردی. در یک محله ما موعظه کردیم، شرط نیست بردن نام محله. وقتی این حدیث پیغمبر من تحلیل کردم، یک مرد گفت من یک فرزند دارم در پایتخت کار میکند. 1 بار 2 بار گفتمش، به طرف من گشت گفت اگر 1 بار دیگر در همین بابت مرا سختگیری میکنی، من دیگر به تو حق نمیتم، من خاندان تو را دیگر تأمین نمیکنم. این پدر به سوی من میگوید که باز اگر من سختگیری در نماز فرزندم کنم، شاید که دیگر رزق روزی مرا ندهد. از این خاطر گو من دیگر باز ایستادم، از همین سخن فرزندم ترسیدم. ما هم با این جوانی خود نگاه نکرده، اگرچه کلان سالم که بودن، گفتی مولوی جنونی کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبولی باری. ما گفتیم تو از نرساندن رزق ترسیدی، از فرزند ترسیدی، لیکن از پیغمبر و از خدا نترسیدی. آیا تو فکر کردی که رزق در دست هم فرزند توست؟ آیا نمیدانی که اون برکتی که اون فرزند یافته است، اون پول و مالی که او امروز صاحب شده است، همش برکتی توست؟ همش اون دعایی که تو در حق او میکنی از این خاطر وی صاحب این دولت و سهولت شده است. آیا وی